امام حسین به خاطر همین دین، به خاطر همین دین جوان را از دست داد، برادر را از دست داد. برادر همانند که باب الحوائج الله حمل بری باشد، از دست داد به خاطر همین دین. یک داستان یک قضیه عرض میکنم، انسان خسته است، معذرت میخوام. در بحرین یه خانومی بوده، بگه یه خانوم فقط یک تو جوان داشته، خدا برای این خانوم یک جوان آدم بوده. معلومه مادری که فقط در زندگی یک جوان داشته باشن، این یک جوان پیش اون خانوم میشه قدر این را همه میگن. در زندگی یک مادر یک جوان دارد، اصلا زندگی این مادر وابسته به زندگی همین جوان بشه و مادرم زندگی خودش وابسته به زندگی این مادر میداره. اگر این جوان نباشه این مادر زندگی نمیاد. واقعا یه حقیقت مطلب همین، خدا به این مادر همین جوان داده و این مادرم زنده همین جوان به چهره و جمالش نگاه میکنه خوشبخت. اما خداوند امتحانات خداوند است. خداوند بندگانشون رو به هر نحوه امتحان میکنه. ما و شما رو هم امتحان میکنه. متوجه باشید، شما با این فکر نباشید که ما در زندگی امتحان نمید. لحظه به لحظه ما رو امتحان نمید، لحظه به لحظه. خوشا به حال او آدم‌هایی که این امتحانات خدا پیروزی موفق باشند، خودشون نباشند. بعضی‌ها را توسط مردم امتحان میکنن، فرزند میگیره، مادر میگیره، برادر میگیره. بعضی‌ها را توسط سرمایه اون امتحان میکنه، اون سرمایه را ازش میگیره، ببینه چی میکنه در مقابل این امتحانات، چی میکنه. متوجه باشید، پیوسته امتحانات الهی هست، ما و شما را امتحان کنیم. این خانوم را امتحان کرد خدا. همین جواب را از پیرزنه گرفت. خدا نکند مادری به مرگ جوان مبتلا بشد، مادری به مرگ جوان مبتلا بشد. این مادر بعد از جوان دیگه زندگی دنیا را نمیخواد. هر روز کارش این بوده که اومده قبرستان، سر قبر همین جوانش نشسته بوده، آب میآورده و قبر جوانش آب پاش میکرد، از تو تا گریه میکرد. وقتی نزدیکان گروه میشد برمیگشتن طرف خانه، زود که میشدن باز میآمده بوده بالای قبر جوانش گریه میکرد. اتفاقا یک روز آمد حرکت کرد طرف قبرستان، در مسجد با خود ذکر کرد خدا تو پیرزنه که خدا به یک جوان داد با او راستگی رو اینقدر به توبه میگه، یک لحظه تحمل نداری، یک لحظه نمیتوانی جاپانی جوانی رو ببینی بری بالای قبرش گریه میکنی. اما وای مقال مولای حسین یک جان از نزدنی اینقدر به توبه میکنی. حسینی که بچه 6 ماهه داد، جوانی 18 ساله داد، برادر داد، چی حالی داشته باشد؟ مصیبتی که بر حسین وارد شده خیلی سخت‌تر از مصیبتی منی پیرزن هست. منی پیرزن یک جوان را از دست دادم، حسین هم جوان از دست داد، هم برادر از دست داد، هم اعوان انصار از دست داد. پس داغی که بر مولای حسین وارد شده خیلی سنگین‌تر از داغ منی پیرزن. امیر یک نوحه محلی میخوانم دعا انشاءالله حاجت بگیرید از امام حسین علیه السلام. پیرزنه نزدیک‌های قبر جوانش رسیده با خود یک چنین زمزمه میکنه. هر کسی باشه داشت، امام حسین هم میگه پیام امام حسین برای ما و شما، هر کسی اگر در دنیا به مرگ جوان مبتلا میشه یاد از من حسین کنه، منم مرگ جوان میرم. اگر به مرگ مادر گرفتار بشه یاد از من حسین کنه که حسین در سن 6 سالگی مرگ مادر دیده. اگر کسی پدر از دست داده یاد من حسین کنه که من بابا از دست دادم. گرفتار هر مصیبتی که شد به یاد حسین بیفته.
گمنام من زهرا بود از من حسین گم شده گمنام من زهرا بود از من حسین گم شده سلامت خراب علیه من حسینم گم کردم صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أرواح التي حلت بفنائك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكبر بحق